شهر زیبای مزار شریف همه ساله شاهد هزاران مهمان داخلی و خارجی می باشد. برگزاری جشن نوروز یکی از مراسم خاص در افغانستان و تجلیل از آن در ولایت بلخ این ولایت را به یک ولایت زیبا و کلیدی مبدل ساخته است. حالا هم این جشن نزدیک است. برفها آب شدند و غمها رفتند. همزمان با شکوفایی گلهای عشق، صمیمیت جایگزین کینه‌ها و کدورت‌ها شده و سردی و سرما جای خود را به مهربانی و عطوفت دادند. سال نو تولد دوباره طبیعت. سال نو آغاز خوشی‌ها، جشن همبستگی و همزیستی. یکی از رسوم پسندیده در نوروز و یا سال نو تجلیل از این روز در تمام کشور است، اما این جشن تحت عنوان میله گل سرخ ویژگی خاص خود را در شهر مزار شریف دارد. پوشیدن لباس نو و پاک یکی دیگر از آداب نوروز است. سبز کردن سبزه گندم و آماده کردن 7 میوه و تهیه سفره 7 سین جزء دیگری از رسوم بهار نو به حساب می آید. نوروز دلهای پرمهرمان را به روزهای سرسبز بهار پیوند می‌زند. سال نو مبارک. مردم در شهر مزار شریف این جشن ملی را با پیام‌های دلانگیزشان شادباش می‌گویند و به فال نیک می‌گیرند. یکی با غرس یک نهال و دیگری با خرید لباس نو. کودکان نیز با لبخندهای زیبایشان. کبوتران عاشقانه بر فراز آسمان نیلگون صلح‌آمیز بلخ بال گشوده و همه میگویند سال نو مبارک.